هر فصل رنگ و بوی تازه‌ای داره، اما پاییز برای ما چیزی جز درد و مدرسه رفتن و درس خوندن نداره. ولی خب انیمایی هستن که این فصل رو بهتر میکنن و شما با دیدنشون متوجه نمیشید اصلا ساعت چطور میگذره. امروز تو این ویدیو قراره 5 تا از بهترین انیمای پاییز رو به همتون معرفی کنم. البته میشه گفت 5 تا از بهترین انیمایی که خودم تو این یک ماهی که گذشت دیدم که شما هم کلی حال کنید تو این فصل و فصل خوبی رو بگذرونید. سلام رفقا، من دراکر هستم و خوش اومدید به ویدیو جدید. همینطور که اول ویدیو گفتم قراره که تو این ویدیو 5 تا بهترین انیمه‌ای که خودم دیدم رو بهتون معرفی کنم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. یه سری توضیحاتم توی ویدیو دادم که خودتون جلوتر متوجه میشید. دیگه اینترو رو از این طولانی‌تر نکنم. پس اگه تا اینجا ویدیو من این ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار و شیر کن، چنل منم ساب کن و زنگوله هم فراموش نکن بزنی که هر ویدیو جدیدی میذارم ببینی. اگه دوست داشتی اینستا منم فالو کن، کانال تلگرام رو هم جوین بده چون اونجا هم خیلی باهاتون صحبت میکنم و یه گپ انیمه‌ای هم داریم که میتونی با اوتاکوها رفیق بشی. عزیزم موج نگیر، پسرم موج نگیر. پس من دیگه خیلی وقتتون رو نگیرم، بزن بریم سراغ ویدیو. انیمه اولی که شما باید ببینید بدون شک یکی از بهترین انیمه‌های ورزشی هست که اومده و شما حتما باید ببینید. انیمه بلو لاک. انیمه بلو لاک فصل اول خیلی فوق‌العاده‌ای داشت، اما فصل دوم اصلا خوب نبود و فقط تریلر خوبی داشت به نظر من و اصلا هیچ چیز جالبی نداشت و شما تو فصل دوم اینطورید که فقط یک آرت استایل خیلی خفن از این انیمه میبینید و متحرک سازی و انیمیشن این انیمه افتضاح، یعنی در حد 3. یعنی طوری که شما فکر میکنید یکی با پاورپوینت این انیمه رو ساخته. یعنی اگه من بشینم با این شات ادیت بزنم خیلی قشنگتر ادیت میزنم تا طوری که این فصل از بلو لاک ساخته شده. من واقعا درک نمیکنم چرا این فصل توی حالا اگه از خود داری میپرسید باید چه کار کنم با این داستانا. البته خب خیلی هستن که با این کیفیت اوکی هم مشکل ندارن، خیلی هم مثلا انیمه رو ول کردن مثلا به اونا کار ندارن. ولی خب اگه دوست نداری دیگه با این کیفیت انیمه رو ادامه بدی، نظر من بشین مانگا رو بخون چون خیلی مانگا آرت استایل خفنی داره، حتی نسبت به انیمه هم بهتره و مانگا آرت استایلش طوری نیست که شما نفهمید داره چه اتفاقی توی زمین فوتبال میفته و چه جور داره بازی پیش میره. همه چیز خیلی واضح است و حتی از انیمه هم واضح تره و از نظر من مانگا بخون. اگه میخواد بدونی به دست کجا بعد بخون. اگه فصل اول رو دیدی ادامه فصل اول میشه از چپتر 94. خب دیگه افاز ورزشی بیایم بیرون. انیمه دوم شما رو نابود میکنه، خوشحالتون میکنه، روانیتون میکنه، در این حال شما ادامه میدید و تا آخر میبینید انیمه رو، نمیتونید از پای انیمه بلند شید. انیمه دوم انیمه ریزیرو. شما با یک انیمه دارک و ایسکایی رو بروید که هر اوتاکویی باید این انیمه رو ببینه. انیمه ریزیرو بهتون نشون میده که یک انسان چطور بالغ میشه، چطور عاشق میشه و چطور جنگیدن رو یاد میگیره وقتی که هیچ قدرتی نداره. از همه مهمتر بهتون یاد میده که زندگی هرگز اونطور که شما میخواید پیش نمیره. فصل سوم این انیمه خفن هم تو فصل پاییز اومده و فکر کنم تا حالا 5 قسمت منتشر شده، ولی از همه بیشتر برای کسایی خوشحالم که میخوان این انیمه رو از اول شروع کنن و هنوز این انیمه رو ندیدن. حالا که بهتون انیمه ایسکام معرفی کردم، خیلی اوضاع خیته. حالا میخوام انیمه سوم، انیمه مختلف مشکلی داره. انیمه به این خفنی بذاری یعنی هیچ ربطی به داستان اصلی نداره. ولی خب پس اگه دنبال یک انیمه فانتزی خفن میگردی این انیمه رو حتما ببین. توی این پاییز هم فصل 5 اومده و واقعا خوبه. این فصل هم کیفیت و هم داستان خوبی داره و واقعا بهتون پیشنهاد میکنم این انیمه رو ببینید. انیمه چهارم انیمه داندادان. از اسم عجیبش بگیر تا داستان و ویلن‌های گلبدین نکمتیار به کابل تشریف آوردن.
از ویلنای سوس شعرش و کاراکترهای عجیب و غریبش اصلا نگم براتون. یعنی با روانی ترین انیمه عمرتون طرفید. یعنی مانگاکای این انیمه رسما گگر رو کرده تو جیبش. یعنی اینطوری بهتون بگم که بعد از یک امتحان عربی مزخرف بشین این انیمه رو ببینی کلی حال میکنی و کلی میخندی. چون این انیمه نه تنها خیلی ویلنای مسخره و خنده‌داری داره، بلکه داستان و اتفاقایی که تو انیمه میفته و نوع قدرت ها و اینا یه جورایی براتون عجیبه و کلا این انیمه خیلی قراقاتیه. ولی خب بهتون پیشنهاد میکنم حتما بشینید انیمه رو ببینید، چون واقعا انیمه خفنیه و ارزش دیدن داره. به نظرم دیگه وقتشه، چون هالوین هم هست. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. یک انیمه ترسناک هم ببینید. انیمه چهارم، انیمه اوزوماکی. انیمه‌ای که هیچ چیزی کم نداره، نه کیفیت نه داستان. این انیمه کلی سکانس خفن و ترسناک داره که به شدت پیشنهاد میکنم بشینید این انیمه رو ببینید. دیگه نوبتی هم باشه، نوبت انیمه آخره، انیمه بیلیچ. انیمه بیلیچ با آرک جدیدش طوری ترکونده که اصلا قابل مقایسه نیست با بقیه انیمه های این فصل. از داستان بگیر تا کیفیت هیچی کم نداره. البته خب از ویلنای فوق‌العاده‌اش هم غافل نشم. اگه یوهاباخ نبود این آرک اصلا هیچی نداشت. این آرک به خاطر یوهاباخه که در اصل میشه گفت اینقدر خفنه. البته آیزن هم هست ولی خب حتما بشین انیمه رو ببین چون خیلی خفنه. ولی خب از نظر من اصلا فیلرها رو نبین. البته خب اگه مثلا کسی هستی که واقعا بلیچ دوست داری یا مثلا خوشت میاد، خب اون موقع با فیلرها مشکل نداری. ولی خب از نظر من ببینید اینطوریه که شما وسط آرک خیلی خفنی هستید، یه دفعه از قسمت مثلا 122 میپره توی فیلری که اصلا هیچ ربطی به اون آرک نداره و این واقعا برای من عذاب دهنده بود. ولی خب بازم بهتون پیشنهاد میدم این انیمه رو حتما ببینید. خب اینم از لیستی که بهتون معرفی کردم. اگه انیمه رو اضافه نکردم یا ازش خوشم نیامده یا اونقدر خوب نبوده که بخوام بهتون معرفی کنم، ولی شما میتونید اگه انیمه رو دیدید که خیلی باش حال کردید تو کامنت های بقیه معرفی کنید تا اونا بشن اون انیمه رو ببینن. ببینید بچه‌ها، از یک ماه پیش تا الان من این ویدیو رو نذاشتم چون من همیشه هر فصل من همه انیمه ها رو چند قسمت میبینم و بالا پایین میکنم ببینم کدام انیمه ارزش دیدن دارن. چون بالاخره بچه‌ها بعضیا میرن سر کار، بعضیا مدرسه میرن، بعضیا دارن درس میخونن. هر کسی این روزا دیگه گرفتاری‌های خودشو داره. دیگه خیلی کم هستن کسایی که بشینن هفتگی همه انیمه ها رو ببینن. برای همین منم دارم تو این ویدیو بهتون انیمه هایی رو معرفی میکنم که واقعا ارزش دیدن دارن. یعنی اگه شما دارید وقتتون رو میذارید وقتتون هدر نره و یعنی حداقل 2-3 تا انیمه خوب دیده باشید تو این فصل. و واقعا دیگه داره تعداد انیمه های چرت و پرت هر فصل همینطور بیشتر میشه. حالا خب اگه از ویدیو خوشت اومد این ویدیو رو لایک کن، کامنت بذار، سابسکرایب کن چنل من رو و زنگوله رو بزن که هر ویدیو جدید میذارم رو حتما ببینی. اگه دوست داشتی اینستا ما فالو کن، اونجا خیلی فعالیت بیشتره و کلی انیمه بهتون تو استوریا و پستا معرفی میکنم. و تا یک معرفی انیمه دیگه، بدرود.